ترامپ گفته اسم خلیج فارس رو میخواد بذاره خلیج عربی. چطور جرأت کرده این تصمیمو بگیره؟ میدونید شاه چه بر سر کسانی آورد که میگفتن خلیج عربی؟ در سال 1973 اعراب حاشیه‌نشین خلیج فارس شرکت هواپیمایی تأسیس کردن. اسم اونو عربیان گلف ایر به معنای هواپیمایی خلیج عربی گذاشتن. وقتی که این خبر به گوش محمد رضا شاه رسید، بلافاصله و در کمتر از 24 ساعت تمام سفیرهای شیخ نشین رو از ایران اخراج کرد. با فرمان مستقیم شاه، نیروی دریایی ایران در خلیج فارس به حالت رزمی درآمد و آرایش جنگی گرفت. شاه این حرکت اعراب را اعلان جنگ در نظر گرفت و بخش بزرگی از جنگنده‌های نیروی هوایی ایران به پایگاه جنوبی کشور منتقل و به تجهیزات سنگین مسلح شدند. اعراب شیخ نشین در کمتر از 48 ساعت از کرده خود پشیمان شدند و نام این شرکت را به گلف ایر به معنای هواپیمایی خلیج تغییر دادند و از ایران و شخص شاه عذرخواهی کردند. این خلیج همیشه برای سرزمین پارس بوده، هست و خواهد بود. لایک و اشتراک گذاری این پست بر هر ایرانی